در این راه مبارزه که ما داریم، در این راه مبارزه هر نمود تکتیکی سیاسی است و امام علی هر راهی را پیش میاندازد که خلق مردم تاجیکستان بیدار نشود. البته شما میدونید که در ساعت 8:30 در خانه ما داخل شدند و ما را گرفتند و نمودی که برای پایورکه اسناد یا که برای چیزی هم باشد ما را آوردن به مسئله ملیسه خانه. من میدانسته بودم که در کدام راه ما حرکت کردیم. من میدونم که هر حرکتی که من میکردم برای ملتم، برای مردم، برای خلقم، برای زمینم میکردم. و دوستای عزیز شما میدونیم که من از اولی برآمد دروغ نگفته بودم. الا و نیرنگ رنگ امام علی نکردم. من گفتم که در دولت ترکیه است و تو حتی آدمایی که می آمدن میدونستن که من در استانبولم و یا دوستا مثلا از دولت‌های روسیه پیش ما آمدن برای حمایت کردن من برای مبارزه. تو حتی چندین ویدیو ثبتایی که ما کردیم یک 3-4 نمود دیگه شد انشاءالله خداخواه در روزهای نزدیک میبره و شما میبینید. و من میدونسته بودم که یک روز نه یک روز یک تایما مثلا در علی حرکت میکنه. چی طوری که شما میدونید امام علی به یک مکر حیله در مابین مردم گفتگی بود که مثلا ما یک اسناد تیار کردیم شرم نداشته ایزا نکشیده در مدت 3 سال امام علی اسناد جمع کردیسته، تهمت کردیسته، بازی کردیسته، در مابین یک جهان کوشش کردیسته که خودش سفید کنه، دزدیای خودش، غارتای خودش، خیانتای خودش. و من در این راه مبارزه تا نفس آخیر بزید همین اولاد حرکت میکنم، بزید همین بیناموسایی که وطنهای ما را سودا کردن و مردم تاجیکستان هم به این درجه وزبین آوردن. من از اول گفتگی بودم که من قسم خوردگیم در پیش خانه خدا و مبارزه خود من تا نفس آخر میبرم که وطنم و ملتم و سرزمینم آزاد شود از همین نمود پلیده ها. من وقتی که گرفتگی بودم 2 بار کانسول تاجیکستان آمدگی بود برای واخوردن و گرد دادن. چطوری که شما میدونید پیش از این گفته بودم که اینا مکر حیلهشون همی هستند که بیاین با کل قدیمه را بخن که من حمایت نکنم خلق خدمه، وطن خدمه، دین خدمه، زمین خدمه. هیچگاه سر راه مرا نه پول میگیره نه دنیا میگیره نه گرد میگیره، زیرا که من در پیش خداوند قسم خوردگیم که مبارزه من تا نفس آخر میره و که وطن خدمه من باید از این ظلم خلاص کنم. از باید در پیش همین جایی که ما هستیم در همین زندان یا که ترمه ایزولیت ما میبینیم که حسن صدوی آدماش با پایان در فریاد کردگی در پایان گوادان کردیستیم اسناد کردیستیم با مثل دوبای چی در دوبای اینا حرکت میکردن، پول میآوردن، اسنادهای قلبکی میکردن، در سر سود آدم میماندن که به حیله قدیمه را به تاجیکستان برن، بازم همه بازی سر شد. من خواهش دارم دوستای عزیز که گپ در من نیست، غم مرا نخرید، غم مرا خداوند میخواد. شما غم بخرین برای وطنتون، برای دینتون، زیرا که خاموشی ما شکست یک سرزمین تاجیکستان است. البته ما از هر حرکتی که میکنم تا نفس آخر من استاد میشم برای که میدونم که یک پس گشتن، یک ناامیدی در مردم بیان امام علی در اینجا قوت میگیره. چطوری که شما دیده بودیم چی نموده که در مقصود ابراهیم روز دهم در وقتی ما کمی پس نشینی کردیم امام علی قاتل حرکت کرده بود برای مقصود ابراهیم چندین کار زدگی بود. بازم حرکتی ما هیچ وقت باید خاموش نباشه و من میدونم که در این روزها یک امتحان کلان است. بازم باید ما چیکار کنیم؟ باید یک مشت شویم، یک دست شویم، مبارزه ما سخت‌تر، زیادتر بریم و چنانی که قوه قلبی داریم باید یک دست قطعی حرکت اونو زیاد کنیم. من میفهمم که با ظالم با دست خوب گرد داده نمیشه، زیرا که امام علی آدمگری را نمیفهمه،
عثمانی را نمیفهمم. امام علی یک ژولیکه، مشینیکه، امام علی یک دزده، یک غارتگره، وطن فروشه، قسم زده، یک آدم به اندازه پلید نامرده. این روز خداوند ما و شما را امتحان میکنه در این مبارزه که ما باید یک دست حرکت کنیم برای وطنمون، که یک دست شدیم از این ظالم وطنمون را خلاص کنیم. دوستای عزیز، ما به شما چه تشکری کلام میکشم با اون آدمایی که برآمد میکنن، دستگیری میکنن، یاردن میکنن، با اون دوستایی که شب و روز خواب نمیروند، کوشش میکنن که یک حرکت کنن به مسئله نجات گروه هایی که در اطراف ما بچه‌هایی که قطعی گرفتار هستند. باور کنیم که من قطعی همین برادرایی که گرد زدیستم یکان تا اینا را ندیدم که در چشمشون ترس باشه، ناامیدی باشه. این چیزا رو من در چشم اینا ندیدم. اینا به مثل شما همین همون شعر حرکت میکنن، همین همون شعر برآمد میکنن، گرد میزنن. با این خاطر آخر کار بلید طرف ما، خداوند طرف ما نظر میکنه. ما و شما در روزهای نزدیک انشاءالله خدا خواهد میبینیم وطنمون از این غم خلاص شدن شد. گریه های ما از خرسندی از چشم میریزه. دائما دانیم که من در این حرکت مبارزه بیهوده نبرآمدم. من میدانم که وطن ما آزاد میشه از این ظلم. بازم در این تاجیکستان ما درختها میشکوبه و ما میبینیم خنده و خرسندی کودکای خودمون. ما میبینیم که در این سرزمین تاجیکستان مردم تاجیکستان سربلند میگردن. در تاجیکستان عدالت بلند میشه، غیرت عدالت بلند میشه. دوستای عزیز، از این شما خواهش دارم که هیچ وقت دست و پا خورده نشوید، زیرا مبارزه همی است. یک کس حرکت میکند از پشت او دیگه آدما قوت میگیرن و خدا خواه که ما و شما میدونیم که در این روزا بسیاری آدما دل جگرشان میسوزه. من میفهمم برای چی، به خاطر که مراد و آرزو و هوس که وطن از خودمون شود این کاری آسان نیست، زیرا که ما وطنمون به بسیار آسانی در همین پلید دادیم، در همین نامرد، در همین وطن فروش، در همین بیناموس دادیم وطنمون. نه انشاءالله خدا خواهد ما و شما اگر که حرکت کنیم باز همین حکومت و همین زوری را با برای مردم کشیده میگیریم، باز از خود میکنیم. به این خاطر از شما فقط در این قدر خواهش دارم که در حق من دعا کنید. وقتی روزای امتحان است. ما پیش از این گفتگی بودم که قوای ما این مردم تاجیکستان است. یک شخص در میدان هیچ چیزی کردن نمیتونه. قوای کلانترین ما این ملت ما، این سرزمین ما، این مردمی که در سرزمین تاجیکستان تولد شدگی است. این همون این مسلمانایی که قلب به قلب استاد میشوند، در دلشان میدونند که این آخران حرکت مردم ما از این ظلم خلاص شدن. و من میدونم که شما جای ما را حرکت کرده میگیرید. یک روز شما ترس میگذارید، میفهمید که در این دنیا دائما ترسیدن این خود شکست برای ما و شما، برای همه مردم، برای کودک‌ها، برای زنها، برای مسافرها. باید بگذاریم از این ترس. همین ترس وقتی که ما و شما گذاشتیم از ترس، ما به مراد و مقصد میرسیم. و سببی که خداوند دوست می‌داره مردم غیور، مردم ناترس، مردم با ناموس، مردم با ایمان خداوند دوست می‌داره. و باور کنیم که خداوند طرف ما نظر میکنه، زیرا که ما و شما این روزا بسیار امتحانی کلان گرفتار هستیم.